بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اما بعد، بینندگان و شنوندگان عزیز و بزرگوار این برنامه، امیدواریم که موفق و مؤید باشید. خداوند پشت و پناهتان با قرآن هستید و با تفسیر قرآن. آیاتی که امروز مد نظر است تا اینکه شرح و تفسیر اون رو بخونیم، آیات 67 تا 71 از سوره مبارکه البقره. در واقع مجموع این آیات عبارت از داستانی است پرماجرا در بنی اسرائیل، در قوم بنی اسرائیلی که خداوند عزوجل بارها در قرآن کریم از اونها سخن گفته و شاید سر این داستان ها بیشتر در این باشه که در امت اسلامی تشابه صفات و عملکردها ممکن زیاد مشاهده بشه و از طرف دیگر بنی اسرائیل امتی با تاریخ بزرگ بودند که امت اسلامی میتونه از اونها درس زندگی بیاموزد، در این که راه اونها رو ادامه نده. چون ما دو نوع عبرت داریم: عبرت از کاری مفید برای انجام آن و عبرت از کاری بد برای دست کشیدن از آن و دوری و اجتناب کردن از آن. مجموعه آیات 67 تا 71 و همچنین ادامه آن داستان گاو بنی اسرائیل هست، آن قربانی که خداوند بهشون دستور داد برای رفع یک مشکل و پیدا کردن قاتل و مجرمشون ذبح بکنند، قربانی بکنند و تا اینکه مجرمشون پیدا بشه، قاتلشون، مجرمشون، قاتلی که دست به جریمه قتل زده بود پیدا بشه. داستان از این قرار بود که در بنی اسرائیل در مرحله ای از تاریخشون فساد و منکرات اونقدر اوج گرفته بود که امنیت بر جان و مال همدیگه نداشتن و بعضی از این قبایل برای خودشون شهرک‌های درست کرده بودند که در این شهرک‌ها با حصانت خودشون، با حفاظت خودشون ازشون پاسداری میشد، نگهبانی میشد، محافظت میشد تا اینکه کسانی اجنبی بیگانه در اینا رخنه پیدا نکنند و در امنیت و آسایش باشند. از طرف دیگر انسان‌ها به طمع مالدوزی و ثروت‌اندوزی برای همدیگه مکر و حیله می‌کردند. شد که یک انسان جوان به طمع مال و ثروت عمویش او را به قتل برسانه و سپس ادعای میراث اون بکنه و با دخترش هم ازدواج بکنه تا اینکه آنچه میراث گیر دخترش هم میاد هم به جیب بزنه و بالا بکشه. اما خداوند که حاضر و شاهد و ناظر بر این کار هست دست اینها را رو کرد و آنها را رسوا نمود. بگذارید آیات را بشنویم و سپس از قرآن این ماجرا را بخوانیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. با درس 40 از تفسیر نور این آیات را که اختصاص دادیم به این درس، آیه 67 و 70 تا 71 از سوره مبارکه البقره است. همینطور که عرض کردم خدمتتون، اونطور که مورخین و مفسرین می نویسند درباره این آیات، اون زمانی بود که یک جوان یهودی عمویش را به طمع مال ثروتش کشت و سپس نش آن را در قبیله اجنبی انداخت، بیگانه دیگری انداخت و اونها رو متهم کرد به اینکه عمویش را کشتند تا اینکه بتواند از اونها از یک طرف دیه بگیره و از طرف دیگر خودش میراث عمویش را بالا بکشه و بتونه با دخترش هم ازدواج کنه. قضیه به موسی علیه السلام رسید و اونها بر حسب ظاهر شریعت اینطور قضاوت کرد که باید آن قبیله‌ای که مقتول درش پیدا شده باید خونبها یا دیه اون رو پرداخت کنند. ولی خداوند عزوجل حکمت دیگری در این کار نهفته بود، این که دستور داد گوساله را قربانی کنند، ذبح کنند، بکشند و پاره ای از گوشت اون گوساله را بزنند به بدن مقتول برای چند لحظه زنده بشه و از قاتل خودش خبر بده. دست قاتل رو میشه و در اینجا یک حکمت دیگر هم هست که انشاءالله در خلال درس مطرح خواهیم کرد. بگذارید ابتدا پس از شنیدن این آیات بریم ترجمه روان و مفاهیم کلمات را بر حسب روال معمول بخوانیم و سپس به تفسیر و شرح اون بپردازیم. به خاطر که آیات زیاد هست و یه ذره طولانی است، ما امروز به خاطر که اختصار بریم اومدیم ابتدا ترجمه آیات کردیم، بعد کلماتی که مشکل و دشوار هست ترجمه میکنیم و از اون بحث و استنباط میکنیم. آیه 67 خداوند عزوجل میفرماید و به یاد آورید زمانی که موسی به قومش گفت به راستی الله به شما دستور میدهد گاوی را بکشید، یعنی قربانی کنید. گفتند، اون قوم گفتند آیا تو ما را به بازی و شوخی گرفته ای؟ موسی گفت به الله بنا میبرم از اینکه از نادانان باشم. در این آیه ما چند کلمه داریم. اولا خداوند عزوجل فرمود و اذ قال موسی، هنگامی که موسی فرمود چی؟ ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. یا قوم نگفت مثل آیات قبل، به دلیل اینکه اینها همه مردم در این قضیه شریک نبودن، بلکه یک قبیله خاصی بود و مشکلشون با یک جوانی که ادعای این میکرد که توسط اون قبیله عمویش به قتل رسیده. حالا ادعای چی میکنه؟ قصاص یا ادعای دیه میکنه از اونها، خونبها. به اون قوم گفته شد که حالا میخواهید خودتون تبرئه کنید و بگید که ما قاتل این انسان مقتول نیستیم و زیر بار دیه هم نمیرید، پس بنابراین خداوند بهتون دستور میده ان الله یأمرکم، به راستی خداوند به شما دستور میده که چی؟ ان تذبحوا بقره. تذبحوا یعنی ذبح بکنید، قربانی بکنید، بکشید. بقرتن یعنی یک گوساله، ولی هر گوساله ای باشه، هر گاوی میخواد باشه. خداوند اینطور دستور داد شما یک گوساله را بکشید به قصد تقرب اله، به قصد تقرب به الله سبحانه و تعالی. قالوا اتتخذنا هزوا، اونا گفتند در جواب حرف موسی، یعنی اون قبیله گفتند آیا ما را به بازیچی گرفتی؟ هزوا یعنی چی؟ یعنی شوخی و مسخره و ملعبه،
یا بازیچه. اسلوب قرآن در اینه که از حاشیه پردازی در موضوع خودداری بکنه، یعنی مستقیما بره روز اصل مطلب، چون میخواد عبرت بگیره دیگه. اسم و مشخصات و زمان و مکان اینها مطرح نمیکنه، میخواد این ماجرا در طول تاریخ بشر خونده بشه و ازش درس عبرت گرفته بشه. و همچنین داستان یک محاوره مهم در حل یک مشکل بزرگه، این که یک جوان قبیله را به بزرگی متهم میکنه که شما قاتل عموی هم هستید، و از یک طرف دیگه اونها اعلام براءت میکنن، تبرئه میکنن خودشون رو، میگه ما نبودیم، هرچند که عمویتان در کنار قبیله ما یا در میان قبیله ما، آبادی ما پیدا شده. جدال یهود در وحی نازل شده را میبینیم که اونها به جای اینکه بیان عمل کنن به دستور خداوندی که بر زبان موسی علیه السلام اونها را فرمان میده، گفتن که آیا ما را بازیچه گرفتی؟ اینقدر اعتماد به پیامبرشون ندارن، ما را به شوخی و مسخره گرفتی؟ موسی علیه السلام پاسخ دادن قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی به خدا پناه میبرم از اینکه از نادانان باشم. معناش اینه که آن که دیگران را به شوخی و مسخره میگیرد و میخواد دیگران را ملعبه و بازیچه خودش قرار بده، اون انسان نادانیه، کودنه. من از جمله اونها نمیتونم باشم. من از به خدا پناه میبرم، به الله پناه میبرم که از جمله اینها باشم. آیه بعد، آیه 68، خداوند عزوجل میخواد به بنی اسرائیل بگه که ادامه همین محاوره و گفتگوست. میفرماید قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. گفتن، یعنی اون قبیله گفتن، به همین اکتفا نکردن که بهشون گفته شد یک گاو را قربانی کنید، گفتن که خدایت را بخوان، یعنی دعا کن، طلب کن از پروردگارت تا اینکه این گاو را برای ما مشخص بکنه، بیانش بکنه، مواصفاتش رو بیان کنه، وصفش رو بگه. قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون. موسی پاسخ داد به اونها بعد از مناجات با الله سبحانه و تعالی که خداوند به راستی میفرماید که گاوی را بکشید که نه کهنسال باشه، پیر و فرسوده باشه، نه کوچک خردسال، یعنی چیزی متوسط و میانه. پس انجام دهید، فافعلوا ما تؤمرون، آنچه را که دستور داده میشوید. معانی کلمات در اینجا ما لا فاردون داریم که وصف اون گاو هست. بعد از سوال دوم، لا فارد یعنی پیر و فرسوده نباشه، لا بکرون یعنی کوچک و خرد نباشد، عوان بین ذلک یعنی متوسط و میانه این دوتا باشه. پس انگیزه سفسطه و سوالهای بیمورد یهود در اینجا چه بود؟ فرار از مسئولیت. و همچنین در حالی که خداوند عزوجل از اونا میخواد که چی؟ مؤمنه که شما انجام بدید یک کاری که خدا بهتون دستور میده، ففعلوا ما تؤمرون. خدا میگه بیشتر از این سوال نکنید، اون چه بهتون دستور داده میشه عملیش کنید، تموم شد رفت. و به جزئیات و تشریفات خیلی توجه نکنید، مؤمنه که دستور صورت بگیره. آیه بعد خداوند از همین محاوره رو دوباره نمایش میگذارد، میفرماید که قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، خدایت را بخوان، طلب کن، بخواه از اون که چی؟ برایمون رنگش هم مشخص بکنه. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، یعنی رنگ اون گاو را مشخص بکنه. یعنی چقدر عناد و لجاجت و شوخی و مسخره به ملعبه گرفتن پیامبر و با تحقیر و حقارت با نصوص و آیات وحی برخورد کردن بنی اسرائیل رو ببینید. موسی پاسخ داد قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسی فرمود که به راستی الله میفرماید گاوی باشه زرد رنگ، پررنگ و زیبا،
که بیننده را خوشحال بکنه یا جلب توجهش کنه. هرچی سوال یهود بیشتر میشه از مسئله هم دشوارتر میشه و یافتن از اون قربانی مشکلتر و دشوارتر خواهد شد. در این آیه ما کلمه صفرا داریم، یعنی رنگ زرد. فاقع یعنی پررنگ، ولی در اینجا شاید معنای رنگ زردی که زیبا و جذاب و دیدنی باشه. و همچنین از اینجا یهود را میبینیم که راه لجاجت در پیش گرفتن. والا هر کس که به قصد تقرب میخواد حیوانی را قربانی کنه، فقط به فربه بودنش و مناسب بودن و سالم بودنش نگاه میکنه، به رنگ و پوست و شکل و هیکلش توجه نداره. اینو تشریفاتی است که در فرهنگ ما انسان‌ها ارزش داره، اما در پیشگاه خداوند اینا مطرح نیست. و دین خدا دین آسانی است، دینی است که خداوند میخواد با اندک چیزی اخلاص انسان‌ها را آزمایش بکنه و تسلیم بودن انسان در مقابل امر خداوند سبحانه و تعالی. پس سوالات بیمورد برای انسان مشکل ایجاد میکنه و اینجا بود که ما میخوانیم که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده وقتی که خداوند بهتون دستور داد به کاری اون رو انجام بدید، دیگه سینجیم نکنید، زیاد سوال پیچ نکنید، به خاطر اینکه اگر سوال پیچ کردید و شما به خاطر این سوالاتون، این را پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه میفرمود، به خاطر سوالاتتون امر دین یا احکام دین دشوارتر شد، خداوند این مطلب رو دوست نداره از شما ببینه. پس بنابراین در این آیه ما مفاهیم جدید را فهمیدیم. آیه بعد، آیه هفتم، این محاوره و گفتگو ادامه پیدا میکنه. قالو، باز هم گفتند، پروردگارت را برای من بخوان تا بیان کند که آن چگونه گاوی باشه، ماهیت اون گاو چطوری باشه. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. ماهی یعنی ماهیتش چی باشه، اون گاو چگونه باشد، زیرا گاوها بر ما متشابه است. یعنی هنوز نتونستیم با اینکه وصفش و رنگش و فلانش فهمیدیم، هنوز نتونستیم. قال انه یقول انها، بس اونجا در ادامه آیه فرمود ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. زیرا گاوها بر ما متشابه است، ناشناخته مونده و اگر الله بخواهد برای یافتنش راهی خواهیم برد. و اینجا اگر استثناء نکرده بودند، اگر خواست خدا را مطرح نکرده بودند، مطمئناً یهود هر چی میگشتن باز اون گوساله مد نظر برای قربانی پیدا نمی‌کردند. و این گونه از بزرگان تابعین در علم تفسیر روایت شده است که اینها همین که گفتن ان شاء الله. پس بنابراین انسان هم از اینجا میتونیم بفهمیم که کارها را به زور و قدرت و توان و امکانات خودت مقایسش نکن، فقط به خواست و مشیت و اراده الهی ارتباطش بده. اگر همه کارها فراهم باشه بگو ان شاء الله اگر خدا خواست این کار را انجام میدیم. چرا؟ چون ما نمیدونیم، یک حادثه غیر مترقبه پیش میاد، تمام اون برنامه ها و نقشه ها برملا میشه و از بین میره و نمیتونه نتیجه بگیره. آیه 70 کلماتی شاید داشته باشه تشابه علینا، بر ما متشابه است، یعنی ما هنوز توش درگیریم این گاو کجا پیداش کنیم، چطوری است. و انشالله یعنی اگر خدا بخواهد، و سر یافتنشون همین کلمه بود. و سر این که انسان مؤمن به خدا باید انشالله بگه اینه که به قدرت و توان و عقل و امکانات خودش غره نشه، بلکه به رب الاسباب، اون چیزی که این کارها را ردیف میکنه واسه ما که اون الله است، مدبر کون و متصرف در کائنات هست، ارتباط بدیم و همیشه به اراده و خواست اون و قدرت اون و توفیق اون باید دل خوش کنیم. لمهتدون یعنی هدایت یافتگان در یافتن قربانی. سوالات مکرر یهود قضیه را بسیار داره دشوار و مشکل میکنه. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. همچنین این آیه ادامه داره. آیه 70 موسی گفت که به راستی الله سبحانه و تعالی میفرماید باید گاوی باشد که نه هنوز در شیار زمین و شخم زدن به کار گرفته شده باشد و نه برای آبیاری زراعت و کشتزار.
بلکه سالم از هر عیبی باشد و پاک از هر لکه‌ای. گفتند اینک حقیقت را آوردی و بیان کردی. پس گاوی را کشتند در حالی که نزدیک بود آن دستور انجام ندهند. قال انه یقول انها بقره. پس بنابراین با توجه به این آیات میتوان فهمید که خداوند عزوجل که در صدد آن بود که آنها را با یک کار اندک، با یک قربانی ساده میخواست اونا راهنمایی کنه تا اینکه مشکلشون حل کنن، با سؤال و عناد و لجاجت های مکرر مشکل برای خودشون درست کردن، تا این حد که به حتی در زمانی که گفته بود ان شاء الله لمهتدون، خدا میفرماید اینها به مرحله رسیدن که دیگه کار این دستور را انجام ندهند و مشکلشون حل نشه و این گرفتاری برای همیشه بین این دو قبیله باقی میموند. لا ذلول تثیر الارض. پس بنابراین لا ذلول یعنی از همون ذلت میاد، یعنی خار نشده باشد، زحمت نکشیده باشه این گاو در زیر چی؟ با شخم زدن و شیار کردن زمین. تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی آبیاری زراعت نکرده باشه، چون اونجا هم ممکنه با دو نوع تفسیر، یعنی لا ذلول گاوها به دو انگیزه ممکنه در شخم زمین و در آبیاری، آب کشیدن از چاه‌ها قدیما ازشون استفاده می شده که اگر این دو استفاده می شد شاید گوشت مناسب و سالم و هیکل زیبا و جذاب نداشته باشند. به همین خاطر در ادامه آیه فرمود وصفهای مکرر این گاو میاد. مسلمتون یعنی سالم و بی عیب باشه، لاشیه یعنی پاک و زیبا یا پاک از لکه های دیگر، یعنی یک رنگ و یک دست باشه به قول خودمون. پس بنابراین با توجه به این آیات، ترجمه این آیات و معانی کلماتی که مطرح کردیم، خداوند عزوجل میخواد به یهود در این قضیه یک راه حل ساده نشون بده و اون این که مختصر و ساده گوساله را ذبح کنید، بعد قربانیتون اون مقتولتون را بیارید با تکه گوشتی از این گوساله به هم بزنید، این مقتول زنده میشه برای چند لحظه و قاتل خودش رو معرفی میکنه و مشکلتون حل میشه. میدونید که قاتل کیه، اون رو دستگیر میکنید و همین کار را انجام دادن و قاتل معرفی شد و اعتراف کرد به گناه خودش و نقشه و برنامه‌ای که داشت. و اینجا بود که خداوند عزوجل خواست از این ماجرا در واقع چند چیز رو ثابت کنه. یکی این که انسان باید همیشه تسلیم امر خدا باشه، هرچی گفت چون و چرا نزند. اگر ثابت شد که این داستان، ثابت شد که این امر خداست، باید اون رو اطاعت کنه. این یک. دیگه این که خداوند عزوجل میخواد بگه که شما اخلاص داشته باشید در کارتون، مشکلتون رو به ما بسپارید، ما مشکلتون رو حل میکنیم. اما یتق الله یجعل له مخرجا. ولی انسان هایی که به خودشون غره میشن و همیشه به قدرت خودشون میبالند، مسلما هر چی بخوان فکرش بکنن باز هم یه جا کارشون گیر میکنه، چون اخلاص ندارن و خداوند مشکلشون حل نمیکنه. تفاسیر این داستان در کتب تفسیر از خلال روایات بنی اسرائیلی نقش شده، از خلال روایت های بنی اسرائیلی نقش شده، ولی ما نمیخوام به اون بپردازیم، چون اولا درسمون زیاد به درازا میکشه، ثانیاً درس های ما برای قصه سرایی و طول و تفصیل های حکایت های بنی اسرائیلی نیست. هرچند که این شاید معنا را کمی واضح تر بکنه، ولی تا آنجایی که مناسب بود ما سبب نزول این قصه را گفتیم. آنچه که مهم است اینو بدونید که اسم این سوره از همین قصه گرفته شده. وقتی میگیم سوره بقره، یعنی سوره‌ای که در آن ذکر داستان بقره بنی اسرائیل هست یا گاو بنی اسرائیل، و همین گاو مراد است. گاوی که دستور داده شدن قربانی کنند، گاوی که هر چی سوال کردن، سوال بیشتر کردن، اوصاف اون گاو سخت‌تر شد. قربانی باید خیلی مهمتری پیدا می‌کردن، اونطور گشتن در کل قبایل تا اینکه فقط یک گاو را پیدا کردن و اون گاو هم
گفته شده که به اندازه وزن خودش صاحبش چیکار کرد؟ مطالب به طلا کرد و زر و سیم کرد. مجبور شدن اون رو بدن، بخرن و قربانی کنن تا اینکه مشکلشون حل بشه. پس بنابراین به همین قدر ما در داستان بنی اسرائیل در شرح این آیه اکتفا میکنیم و میخوام بگیم که خداوند عزوجل در این ماجرا میخواد قضیه را به چند شیوه به امت اسلامی و کسانی که قرآن میخونند و کسانی که میخوان از قرآن بهره بگیرند درس عبرت بده. یکی این که داستانهای تاریخ عبرتهاش و جزئیات تفصیلی آن در واقعی که انسان درس میگیره از اون مهمه، نه مشخصاتش. ما بدونیم این واقعه در تاریخش در میان کدام قوم و ملت بین چگونه افراد با چه مشخصاتی صورت گرفته مهم نیست. آنچه مهم اینه که این داستان رخ داده در تاریخ بنی اسرائیل و فردی بوده که خواسته دیگری را متهم بکنه و از اینجا دیه و خونبها مطالبه بکند و از طرف دیگه این یک نوع فساده و از طرف دیگر چون موسی علم غیب ندارد به عنوان یک پیامبر اولوالعزم نمیدونسته که قاتل کی بوده، به ظاهر خواسته حکم بکنه و اینطور هم بود، چون حکم قضاوت به قرائن و دلایل ظاهر هست. وقتی دو نفر خصم میان پیش یک قاضی، دلیل این متهم را میشنود و اون مدعی هم میشنود. این مدعی را میگه شما چه ادعایی دارید و اون متهم هم میتونه از خودش دفاع بکنه. این دلایل و قرائن و اخبار را کنار همدیگه قرار میده، به ظاهر قضیه حکم میکنه و باطن را به خدا میسپاره. اگر درست قضاوت کرده فبها و نعم، خب این چیزی مطلوبه. اگر که اشتباه رفته، قاضی گناهی نداره در اونجا. چرا؟ چون ظاهر قضیه. موسی علیه السلام وقتی قضیه براش مطرح شد گفت خب قاتل در میان قبیله شما پیدا شده یا نه؟ گفتن بله. گفتن خب اگر اینطوره شما قاتل رو نمیشناسید، مقتول در میان قبیله شما پیدا شده یا نه؟ گفتن بله. گفتن خب حالا که اینطوره قاتلم شما انکار میکنید قاتل از شما نیست، درسته یا نه؟ بله. پس شما متهم به قتل هستید و این قتل ما غیر عمد تلقیش میکنیم. شما بیاد خونبها یا دیه رو پرداخت کنید به این جوان تا اینکه خیالش راحت باشه بره پای کارش، مشکلم حل بشه. گفتن که ای پیامبر، ای موسی، ما اگر اصلا قتل رو بر خودمون نمیپسندیم، از اهل فساد اومدیم جدا شدیم، قریه آبادی خودمون را دیوار کشی کردیم تا اینکه هیچ کدوم مفسدی در میان ما رخنه پیدا نکنه. این اتهامه برای ما نمیخوایم که بگیم که ما در میان ما قاتل هست، ما نیستیم، اهل قتل و جنایت نیستیم. اینجا بود که موسی علیه السلام دعا کرد و وحی نازل شد که باید چیکار کنن؟ این قبیله برای اعلام براءت خودش یک گوساله قربانی کنه. خب با این امر ساده میتونن در اولین وهله، همونطور که مفسرین میگن و علمای تفسیر میگن، میتونستن هر گوساله را دم دست پیدا کنن بکشن به قصد قربانی و تقرب به بارگاه الله سبحانه و تعالی، گوشت اون رو بزنن به مقتول و مقتول زنده بشه و مشکل حل بشه. ولی اومدن سوال پیچ کردن و این سوال پیچ ها بود که مشکل واسه خودشون درست کرد. و این درس دومه که انسان وقتی در مقابل امری از جانب خدا و رسول قرار میگیرد چون چرا نبزنه. اگر شما مبدأ ایمان قبول دارید تسلیم باشید، بدونید حتما حکمتی در اون هست. و چون سوال پیچ کردن و هی سوالهای مکرر که نشانه هم عناد و لجاجتش بنی اسرائیل بود و هم نشانه چی بود؟ نشانه بخلشون بود، چون نمیخواستن هزینه کنن، نمیخواستن که در راه خدا انفاق کنن و خداوند اونها رو آزمایش میکرد. و چون سوالها سخت‌تر شد مجبور شدن که نه تنها یک گوساله عادی بلکه به اندازه وزن اون گوساله زر و سیم پرداخت بکنن تا اون گوساله مطلوب را پیدا کنند. چون هرچی سوال سخت‌تر شد وصف و اوصاف اون هم دقیق‌تر شد و همچون گوساله پیدا نمی‌شد. وقتی پیدا کردند و قربانی کردن مشکلشون برطرف شد، مجرم هم دستش رو شد و مشخص شد قاتل کیه. اینجا بود که خداوند عزوجل میخواد بگه که ما اگر دستور دادیم اطاعت کنید و سعی کنید
این داستان ها عبرت بگیرید. موسی به عنوان پیامبر اولوالعزم غیب نمیدونست و نمیدونست چه خبره از پشت قضیه. پس بنابراین ادعای علم غیب برای هیچ انسانی در طول تاریخ جایز و روا نیست. آن که غیب میدوند الله است. الله است که میدونه در اسرار این کائنات چی میگذرد و اگر قرار باشه پرده غیب بیفتد تمام انسان ها نسبت به هم دیگه بدبین میشن و از هم دیگه فرار میکنن، چون هر انسانی یک سری بدیهایی داره، حتی به عنوان یک انگیزه کار بد که نمیتونه از دیگران برای دیگران رو کنه، اما ممکنه که منصرف بشه. اینجاست که نباید توقع داشته باشیم که انسان‌ها باید غیب بدونن. این دیده و فکر بسیار اشتباهی است. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. بله دوستان، درس و عبرت هایی که میتونیم از این آیات مبارکه بگیریم اینه که منزلت پیامبران در حل و فصل مشکلات اجتماعی مردم رو ببینید که یهود با اون عناد و لجاجتی که با خدا و دین خدا داشتند، ولی در حل معضلات و مشکلات دشوارشون سعی میکردن همیشه به پیامبرشون مراجعه کنن. موسی علیه السلام رو در این قضیه با در میون میکنن تا اینکه دعا بکنه و از خدا بخواد مشکلشون حل کنه. میخوایم بگیم که علما بعد از انبیا همین منزلت دارن، چون دیگه پیامبری نمیاد و باید در جامعه اسلامی علما با تقوا و با علم عمل بکنند و در میان مردم با علم و تقوا قضاوت بکنند و الا تاوان اون را در دنیا و در آخرت پرداخت خواهیم کرد. درس عبرت دیگر اینه که این داستان علامت دیگری بر عناد و لجاجت یهود است و میدونیم این سوالای مکرر نشانه بی‌اعتمادی و عناد و لجاجت. پیامبران از خود سخن نمیگویند و علما نیز باید چنین باشند. باید یاد بگیریم همونطور که پیامبران با اینکه میتونستن اجتهاد بکنن ولی اجتهاد نکردن و منتظر وحی میشدن، علما نیز نباید از خود از روی هوا و هوس سخن بگویند. نصوص قطعی داریم در دین خدا، قرآن کریم، سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مبانی شرعی، باید از اونها استفاده کنیم برای راهنمایی و هدایت مردم و برای حل و فصل مشکلاتشون. و حرمت به مسخره گرفتن دیگران، نباید دیگران را به مسخره گرفت، تحت هر شرایطی که باشه باید با عقل و منطق با اونها برخورد کرد. و درس آخر این که زیبایی عمل در اخلاص و سرعت اجرای اون. انسان مؤمن باید هرچی از خدا و رسول قطعی و محکم براش رسید باید رو چشمش و رو سرش بذاره و مخلصانه اون رو بپذیره و بهش عمل بکنه. لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. با توجه به این آیات از سوره مبارکه البقره که دانستیم اسم این سوره از این داستان گرفته شده، داستان عبرت‌های بسیار زیادی داره که انشالله ادامه اون رو در درس آینده مرور خواهیم کرد و خواهیم خوند انشالله. ولی اون چیزی که میخوام امروز خلاصش کنم در این آیات 67 تا 71 اینه که خداوند عزوجل این داستان را از باب عبرت برای ما بازگو میکنه و الا در داستان در تورات و در کتاب‌های تاریخ مفصلا نقل شده. شاید اونجا به تفصیل و جزئیات و اسما و مشخصات اشاره کرده، اما قرآن اینو نمیخواد. قرآن لب مطلب رو به ما میده تا از اون درس عبرت بیاموزیم. امیدوارم که این گونه قرآن بخونیم و خودمون را در محک آزمایش با این درس عبرت ها قرار بدیم، بدونیم واقعا ما مؤمنانی هستیم که سراپا تسلیم امر خدا و رسولش هستیم، یا اینکه چون و چراهای بنی اسرائیلی ما را از ایمان و لذت عبادت دور کرده. خدا میداند. موفق و مؤید باشید. با برنامه دیگر شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب الله